زنجبیل از قدیمی ترین گیاهان دارویی هستش که از قدیم الایام در هند و برخی از نقاط آسیا مردم از اون استفاده میکردن. زنجبیل یک گیاه زرد رنگ و با طعم گرم هستش که معمولا یکی از مواد غذایی پر استفاده محسوب میشه. زنجبیل به صورت با ریشه خشک شده و یا پودر شده در انواع غذاها و نوشیدنی‌ها مورد استفاده قرار میگیره و ما از اون استفاده میکنیم. گیاه زنجبیل به سرما بسیار حساس هستش و در مقابل کم آبی هم قدرت زیادی نداره و همین موضوع هم باعث شده که میزان تولید اون نسبت به درخواست اون کم باشه. یکی از موارد پر استفاده از زنجبیل چای و دمنوش‌های زنجبیل هستش که خاصیت‌های فراوانی دارن. بریم در ادامه خواص چای زنجبیل رو با هم دیگه بررسی بکنیم و سپس بهتون یاد بدم چطور چای زنجبیل رو تهیه بکنیم. اما قبل از اون باید بگم که سلام، دکتر معتمدی هستم و به کانال یوتیوب دکتر معتمدی خیلی خوش اومدید. لطفاً با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید و کانال رو برای دیدن بقیه ویدیوهام سابسکرایب کنید. سپاسگزارم. در قسمت اول فواید چای زنجبیل برای سیستم گوارش و معده رو داریم. یکی از مهمترین فواید چای زنجبیل کمک به هضم بهتر غذا هستش. چای زنجبیل تأثیر بسیار زیادی روی قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش بر جای میذاره. از روده کوچیک و بزرگ گرفته تا خواص زنجبیل برای معده. شما با مصرف چای زنجبیل هم میتونید هضم آسان‌تری داشته باشید و هم دفع بهتری رو داشته باشید. همچنین نوشیدن چای زنجبیل باعث میشه که از دردهای معده و نفخ جلوگیری بکنه. فایده دیگه چای زنجبیل کاهش دهنده درد، التهاب و دردهای مفاصل هستش. از زمانهای بسیار دور از زنجبیل برای کاهش دردهای مفاصلی بسیار استفاده میشد. یکی از روش‌هایی که معمولا مردم استفاده میکردن این بود که زنجبیل رو آسیاب میکردن و با دنبون رو مخلوط میکردن و به محل درد اون رو میمالیدن و ماساژ میدادن. و در روش دوم هم میتونیم از ریشه این گیاه استفاده بکنیم، اون رو کامل له بکنیم تا به شکل پماد در بیاد و اون رو در محل درد ماساژ بدیم. همچنین یکی دیگه از فواید چای زنجبیل کمک به دردهای قاعدگی هستش. شما میتونید یک حوله رو با استفاده از چای زنجبیل آغشته بکنید و به محل درد اعمال بکنید تا از شر دردهای قاعدگی راحت بشید. فایده بعدی زنجبیل کمک به مشکلات ریوی هستش. در دوران مدرن و با افزایش بیماری‌ها و همچنین التهاب‌های تنفسی و ریوی به خاطر آلودگی‌های موجود در فضا، یکی از راه‌های درمان این مشکلات استفاده از دمنوش‌های خاص هستش. یکی از خواص چای زنجبیل کمک به افرادی هستش که مشکلات تنفسی مانند آسم دارن. این گیاه به مشکلات ریه کمک میکنه و دشواری در تنفس و سرفه رو بهبود میبخشه. همچنین مصرف این نوشیدنی آلرژی و عطسه رو هم کاهش میده. فایده بعدی چای زنجبیل کمک به گردش خون و کاهش قند خون هستش. نوشیدن یک فنجان چای زنجبیل برای بهبود گردش خون، تب و لرز و عرق بیش از حد بسیار مؤثر هستش. در واقع این گیاه به خاطر ترکیبات فعالی مانند مواد معدنی و همچنین اسیدهای آمینه‌ای که داره، نقش مؤثری برای کمک به جریان بهتر خون و همچنین جلوگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی رو ایفا میکنه. از خواص دیگه این چای هم خاصیت ضد دیابتی اون هستش که مصرف این چای به صورت ناشتا میتونه برای افرادی که دیابت دارن بسیار مؤثر باشه. فایده دیگه چای زنجبیل هم کمک به کاهش وزن و لاغری هستش. میدونیم که سطح بالای انسولین خون با چاقی مرتبطه. نوشیدن چای زنجبیل کمک میکنه تا میزان سطح انسولین خونمون تنظیم باشه و با تنظیم کردن این انسولین باعث میشه که شما وزنتون اضافه نشه و شما در یک روند کاهش وزن و یک روند لاغری قرار بگیرید و بتونید وزن خودتون رو کاهش بدید. زنجبیل همچنین میتونه به حالت تهوع هم بسیار کمک بکنه. هر نوع حالت تهوعی که دارید میتونه در دوران بارداری باشه و حتی میتونه هر مشکل دیگه‌ای باشه که باعث ایجاد حالت تهوع در بدنتون میشه. مصرف فقط کمی از چای زنجبیل و یا خود زنجبیل میتونه که این حالت تهوع رو برطرف بکنه. طرز تهیه چای زنجبیل
تقریبا راحت و آسونه، اما کمی زمان بره و حدودا نیم ساعت زمان میبره. شما فقط کافیه که 85 گرم زنجبیل رو به خوبی شستشو بدید و پوست اون رو بکنید. سپس زنجبیل رو به ورقهای نازکی برش بدید. یک کتری بردارید و اون رو تقریبا 800 میلی لیتر آب پر کنید، نصف کتری حدودا. بذارید جوش بیاد و زمانی که به دمای و به نقطه جوش رسید، زنجبیل ها رو توی کتری بریزید و کمی به اون عسل اضافه بکنید. بذارید حدود 20 دقیقه این معجون ما دم بکشه. بعد از 20 دقیقه از داخل صافی اون رو عبور بدید تا ناخالصی ها جدا بشه. چای زنجبیل شما آماده است و میتونید اون رو میل بکنید. ترجیحاً میتونید این چای رو در ناشتا مصرف بکنید که بسیار فوق‌العاده هستش و خواص بیشتری برای بدنتون داره. باید بگیم که زنجبیل تب گرمی داره و به افراد سرد مزاج بسیار خوبه. اما زنجبیل هم مانند بقیه مواد غذایی اگر بیش از حد مصرف بشه نه تنها فوایدی نداره بلکه عوارض هم داره. برای مثال افرادی که میخوان لاغر بشن میگن که ما دوز مصرفی زنجبیل خودمون رو بالا ببریم تا سریعتر کاهش وزن رو تجربه بکنیم. ولی در این صورت باید بگم که این مورد خطرناکه و این کار نه تنها فوایدی نداره بلکه عوارضی رو هم برای بدنتون بعداً نشون میده. پس دوز مصرفی خودتون رو رعایت بکنید و زیاد زنجبیل مصرف نکنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفاً با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید و کانال رو برای دیدن بقیه ویدیوهام سابسکرایب کنید. پزشکان کسانی هستند که داروهایی که کمی میشناسن برای بیماری‌هایی که حتی کمتر میشناسن به بیمارانی که اصلاً نمیشناسن تجویز میکنن. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.